رفتیم پول سیمت کردیم 2000 سومون 2050 سومون اما دختره کارتاش ده با پخ گفتیم. این ساکنی ولایت ختلان که تلاش دارد برای کار به اروپا رود، 1 ماه پیش به دام قلابان افتاده است. او با شرط فاش نشدن معلومات شخصیش نقل کرد، اعلان کار را از شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و تماس گرفت. از وی حجت و پول طلب کردند. او 2050 سامان انتقال داده، سپس شبهه کرده است که آیا وعده کار درست است یا نه. در مرکز خط عاجل درباره مهاجرت بی خطر که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت حمایت می شود، به وی گفتند که دیگر پول نفرستد. تو مکه که نه بینن گفت برادر گفت اومدن خوب کرده گفت مردم مرا بسیار فکر کردن. های تو بخیر بوده گفت 2000 سومون گفت مردم تو 50,000 20,000 30,000 دادن. یا خیلی گفت 50,000 دادن. در سازمان بین المللی مهاجرت گفتند در ماه فوریه امسال از انتقال بیش از 200,000 سامانی به قلابان پیشگیری شده است. در همه این موردها قلابان در عوض کار در خارجه از تاجیکستانی ها پول خواستند. К сожалению, к нам обратились люди, которые потеряли уже где-то 100 000 сомоней. متاسفانه به ما آدمانی مراجعت کردند که الکی 100,000 سامانی ضرر دیده بودند. در بعضی حالتها ما می توانیم که کمک رسانیم، در بعضی حالتها مبلغ را برگردانیم، ولی بعضا این امکان پذیر نیست. می توانم گفت که ما از انتقال تا 200,000 سامانی پیشگیری کردیم. آدمان پیش از آن که مبلغ را به قلابان انتقال دهند به ما تماس گرفتند و از همین حساب ما توانستیم که پیشگیری کنیم و این حالت هر ماه دوام دارد. И это продолжается каждый месяц. با گفته ویکتور لوتنکو، شماری هرچی بیشتری تاجیکستانی ها میخواهند برای کار به خارجه روند و از این حساب قلابان سوء استفاده میکنند. لوتنکو میگوید در سال 2025 به خط عاجل تقریبا 5,000 بار تماس گرفته شده است. Половина всех звонков это все-таки про возможность уехать за границу. نصفی از مراجعت ها این پرسش درباره سفر به خارج بود. مراجعت های مربوط به قلابان هم زیاد است. ما مشاورانی داریم که در این سمت کار میکنند. آنها نشانه های اعلان های قلابی را میدانند و میتوانند تشخیص دهند که کدامش راست است، کدامش قلابی. Обманом, да. رئیس دفتری سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شهروندان تاجیکستان نه تنها در حالت روبرو شدن با قلابی بلکه در موردهای دیگر اضطراری نیز میتوانند به خط عاجل تماس گیرند، مثل بند ماندن در فرودگاه‌ها، گم کردن حجت یا افتادن با غلامی و غیره. به گفته وی سازمان بین المللی مهاجرت تلاش میکند که با یاری نهادهای دیگر دولتی به مشکل مهاجران رسیدگی کند. بنا به آمار گوناگون هر سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای یافتن کار به خارج می روند. بیشتری آنها به روسیه و تعدادی هم به قزاقستان و کشورهای اروپایی سفر می کنند.